سلام و درود به تک تک شما عزیزای دل. عزیزای دل، ما امروز آمدیم هرات جبرائیل تا با این صدفانی ببینیم که چه غذاها و نوشیدنی‌هایی را میتونیم امتحان کنیم. پس تا آخر این ویدیو با ما باشید. بریم. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای دوستا بریم سوپو تست کنیم. از 10 بهش 8 میدم. روشن فردا بخوانم. دوستا رفتیم سوپ امتحان کردیم و قیمت سوپ شد 10 خونی و یالی میخواییم یک جایی بریم که یک شورنخود فروشی هست به نام شورنخود فروشی عمو حسن. بریم که شورنخود عمو حسن امتحان کنیم که ببینیم چه رقمی هست و مزه سوپ هم واقعا خوشمزه بود و ما واقعا دوستش داشتم. به شورنخود و فروشی عمو حسن هم بریم بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. دو تا چیز بده، دو تا شورنخود بشکیم. دو تا شورنخود بشکیم تفاهم. وطن گل خانه دیرینه ماست، سرود جاودان سینه ماست. من و تو خوب اگر باشه. بریم برای تست شورنخود. قبل از اینکه بریم تست کنیم من خودم مرچ زیاد دوست دارم و کمی سرش مرچ میپرتم و این را کمی حل کنم که مرچا با هم. خب بریم دوست امتحان کنیم که مزه چه رقمی هست. از 10 بهش 10 میدم به خاطر که بسیاری خوشمزه هستم و خیلی لذیذ و تند و خوشمزه است. واقعا خیلی خوبه. دوستا بعد از خوردن سوپ و شورنخود خیلی احساس تشنگی میکنیم. بریم مغازه یک گانت نوشیدنی بگیریم. پرستو در پرستو پر برارم، غزل در سرزمین خود بکارم. اگر پاییز هم باشد در این خاک. دوستان تمام نوشیدنی و غذاهایی که ما امتحان کردیم کلا مبلغ 40 افغانی شد و اینکه ما 3 نفر بودیم و پول ما تمام شد و 100 افغانی هم تمام شد، ولی ما نفر 40 افغانی مصرف کردیم.